انتهای برفاکن سمت راست رو میندازیم زیر چرخ‌های عقبی ماشین پارک شده، یا پایین وسط شیشه رو میندازیم زیر چرخاش و حتما راهنمای سمت راست رو هم میزنیم و مستقیم در امتداد راهمون میریم جلو و به محض اینکه نوک آینمون رسید به نوک چراغ ماشین پارک شده، اینجا دنده داخل عقب قرار میدیم. فرمونمون صاف و مستقیم هستش و به سمت عقب حرکت میکنیم. اینجا همیشه گفتم که از انتهای لچکی به محض که چراغ ماشین پارک شده رو دیدیم باید فرمون بگیریم، ولی این پارک تو فرق داره. یه خورده عقب‌تر میریم و به محض اینکه نوک چراغ ماشین پارک شده رو خط لچکیمون افتاد، دقیقا همینجا. اینجا بچه ها باید فرمون رو یک دور، فقط یک دور درجا، دقت داشته باشید، یک دور درجا به سمت راست میچرخونیم و لاک پشتی به سمت عقب حرکت میکنیم. موقع عقب رفتن هم حتما آینه سمت خودتون رو نگاه کنید تا خطری براتون پیش نیاد. به صورت لاک پشتی به سمت عقب حرکت میکنیم و موقعی که اینجا قاب آینمون کامل روی چراغ ماشین پارک شده قرار گرفت، باید در حال حرکت، بچه حتما حواستون باشه توی این پارک توب، توی این فرمون دوم باید در حال حرکت فرمون رو کامل به سمت چپ بگیریم به صورت لاک پشتی و داخل پارک بشیم. خب ما حرکت میکنیم. به سمت عقب حرکت میکنیم و الان دیگه با جلومون مستقیم شدیم. دنده رو خلاص میکنیم و ببینید بچه ها، از ابتدای ماشین تا لبه جدول 30 الی 50 سانت داریم و جلومونم با ماشین جلویی 1 متر رو داریم و موقعی که دیگه چرخهای ماشین جلویی رو نبینیم از خود دید راننده، مطمئن باشید که فاصلمون، فاصله طولیمون عالی هستش. خب بچه ها، با این پارک توب به راحتی و بدون استرس میتونید که تو آزمون قبول بشید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.